وقتی ره میگردن همین دنبای پول زن هم خیلی میجیمه وای چی فایده داره و سطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه زمانی میشود که امتای من میگه لباسی به بر میکنن میگه که او لباس میگه جواب دهنده سطر نیست. شاید همین زمانی ما میگفت کرته دارم همین پلاس یا حوزی موده شدگی همه در حساب کرته داخل میکنن. من فکر میکنم او کرته نیست او لباس نیست. لباسی که زینت میشه لباسی که عضو بدن زن معلوم میکنه او لباس نیست. زن لباس میپوشه که کسی برای او پنهان باشه. زن لباس میپوشه که عضو بدن او پنهان باشه. چگونه او لباس بده سینه او بر علام معلومه دنبای او بر علام معلومه اشکم زن که دو تا سه تولد کرد سوس میشه میجیم بر علام معلومه چی او لباس باشه چی نه. حضرت فاطمه رضی الله عنها در تابستان تا 60 گرادوس عربستان گرم بود. او حضرت بجوز شوهرش و پدرش و کسی دیدگی نبود اما در همین گرمی ها بجوز چادری پوشیدش کرته مخملی میپوشید. 60 گرادوس گرمی ده و کسی نمیدید در درون خانه کرته بخمل میپوشید. ما یا پپلین تو مکه میکنیم با او را چکار کردیم پلاستیک کردیم از دو پره دامن چوب کردیم. و چی فایده داره برای زن؟ چی پوشیدن همون لباس باشه یا نه؟ این گروه زنهای من فکر میکنم مسلمان گفتن زبان انسان نمیگرده اونا تاجیک هست. اگر حاج هوایی دروشان گوی که تو مسلمان نیستی باور تو میزنه میکشده میگه خودش بخبره که ایران شریعت تماما دور شده گرد. او سطری که دستش او سطر هرگیز نیسته. سطر برای پوشانیدن زینت گردن است. برای پوشیدن یعنی فرض‌هایی که الله در قرآنش گفت. او چگونه سطره که فرام خلمت کردی گیر گردن تاو دادی گردن باریکت معلوم است. یا شرف هم بگیری میپوشانی شرف هم از یا تافتش به گردنات چگونه گوشتار داری معلوم است. و سطره نیست. و تماما در سطر داخل هم نمیشه. میگه که برای بدنی که تو او را سایبان باید کنی سایبان از حجاب است. این هرگز مال عرب و ایران نیست. خوش به حال عرب و ایران که چندین سالها ادما شما پیشتر اسلام بر بیفتن و پوشاندن زنشان خداشان است. امروز وقتی ما میپوشانیم میگن که مال عرب این هرگز مال عرب نیست. این پوشانیدن حجاب یعنی سایه بدن زن است. تا اینکه لرزش همون دنبش و سینه‌ش و دیگرش مرد نامحرم تماشا نکنه. با حسن خواهرای حجاب میپوشن همچنان تنگه و مانند همون کرسه‌های گفتگی. اما خواهرها مادرها آن چیزی که شنیده هر جایی که میبینه این گونه زنهای کرده در گردن ما و شما رسانیدن. خواه او خواهر مونه خواه او فرزند مونه خواه همسایه خواه کلینی همسایه خواه دختری خودمونه باید که ما رسانید. میگه بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متعال در قرآنش یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلکم نارا. ای آنانی که میگه ایمان آورده خود و خانواده‌تان را از آتش جهنم برهانید. رهانیدن آتش جهنم همین است. هر چیزی که ما شنیدیم امروز پوشیدن حجاب و سطر فرضه باید ما به دیگران برسونیم. امروز گفتن حکم شوهر واجب حرمت شوهر امروز باید به دیگران برسونیم. امروز یک مرد ما زن میگیره 10 زن دیگه این زنها وسوسه میکنه. اما حال آنکه الله خود در قرآنش میگه زن بگیره 2 تا 3 تا 4 تا زمانی میشود که به سر هر مرد 50 زن وای میشود تغری میبیاید. در اون زمان خدا بگه که ما شما خداوند در اون زمان خلق نکرد چیکار میکرده؟ او خوبی و او خوشی که از جانب شوهر به ما میرسه برای که ما تنها میخواهیم هوای ایمو باشه. زنهایی هستن که کلانسا شدن در 40-50 در 30 رفتگیان شوهر ندارن ولی هم میخواهن همین گونه خوبی های از جانب مردها به اونا بسه. ولی هم میخواهن شوهر داشته باشن ولی هم میخواهن که مهربانی فهمن چیه؟ اون چیزی که برای خود تنها دوست داشتی اون لایقی که نمیشه در روز قیامت. وقتی که ما پیرو حبیب الله باشیم آنی که از پیامبر ما از جانب الله مونده باید ما او را حرمت کنیم و الحمدلله عمل کنیم. با قدر میفهمیدگی هر جایی که کتاب ها برآمده گیره خونه که خداوند خود در قرآن میگه که زن گیره 2 تا 3 تا 4 تا. اما باید همین شوهرایم فهمن که عدل کرده کنن در بین همین 2 زنها.
امروز زنها میگه خود نساز خورنده پشنده نمیکنه، چگونه زن گیرد؟ حضرت یعقوب چی داشت؟ زناش فقط لکه‌ها میخوردن یا کرتای رنگ برنگه میپوشیدن یا خونه‌های کتیج داشتن؟ نه، چهار خونه خطی بود. الحمدلله تلویزیون برو آوردن تماشا کردیم. خونه‌های زناش دیده چگونه بود، اما الحمدلله داشت چهار زن. دیگر امت‌های پیشینه همین گونه همین رفتار داشتن. امروز نفس دنیا ما یا غلبه کرده. کمبغل‌ترین شخص خانه و مهمان شد دسترخوانش الحمدلله پره. این بهترین نعمت خداوند ما را به هم خیلی زمان خلق کرد. همه نعمت برامون ارزانی داد. کجا بود اون معرکه‌های به همه یاشیم؟ وقتی ما کودک بودم هم خیلی معرکه‌ها نبود. فقط مشکل کشا به سه‌شنبگی میگفتن، دو غزل میخوندن به هوای تمام یا افسانه بابای خرکش خرکش تمام. آجی الحمدلله خوش به حال یاشای حاضره هر کجا میشنن معرکه امر معروف نهی منکر در خاندان چشت دیست که میمانی به حضور گوش کردستی. امروز عالم رئیس جمهور اجازت نمیده در منبر شینه دعوت کنه دیستاش مرحمت گیر در خانه چین گوش کن. همین قبر اومد اگر چند قی که خواهی الحمدلله هست در قدم باره میخواهی گیر دیست کمون گوش کن، قدم عالمی میخواهی گیر مرحمت گوش کن. این نعمت بهترینه خواهران. زمانی ما مایده بودیم پدر ما ملا بود، در روزه قلف میکردن با تربیه میخوندن. چقدر عذابا بود. ما مکتب میرفتیم پیاله ها در دستشون روزای ما میخوندن. من الحمدلله تولدم 71 کرد و همه عمر یاشی ما همه روزه دیدگیم. با ما دخترای ملا گفته همه خیلی هر روز باید ما داستان میبرامدیم جواب میدادیم. کوی ملا دخترش سخت میخواد چی میگه؟ میگه الحمدلله خوش به حال یاشای حاضره. الله میگه دوست میدارم بنده توبه کننده آنی که فهمید و توبه کرد من انشاءالله بخشنده و مهربانم. اما وای بر حال انسانی که فهمید و عمل نکرد باز هم دوام داد. میگه در روز قیامت در یک کتاب خونده وقتی که یک زن و یک شوهر از دنیا میگذرن، زن در دنیا همچنان مهربان بود، همیشه حرمت و عزت شوهر میدونست میداشت. میگه هرگز میگه به سیاهی چشم و کاشش سیاهی نمیدوان، هرگز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان. یعنی که زینت در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنای امروزه کاشچینی و سرخلوی و اینا نمیکرد. میگه به خاطر روزی آخرتش که با همه شوهرش یک جا باشه. و میگه وقتی از دنیا گذشت خبر به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس، اما تو میگه در جنت پایانترش. بعدا میگه نزد الله عرض کرد فرشتگان گفت بیروی به پروردگار گوی که من همون فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهرم واجب میدانستم. چگونه که الله فرمانده برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشاءالله در آخرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی تماشاهای اینمی حافظی و ویا میگه چمن کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشاءالله. برای چی امروز من تنهایم شوهرم در دیگر جا. و میگه وقتی این خبر به نزد الله میره الله میگه درست میگه بنده من در حوض کوثر میگه شستشویش کنه نزد شوهرش بره. وقتی زن میگه شستشو میکنن میگه به مانند ماه شب 14 میگه همچنان زیبا میشه، همچنان روی اون نور پیدا میکنه. هرگاه میگه چرخ میزنه از نوری روی اون میگه جنت روشن میشه. و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگن خورها و غلمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن. وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر میگه همچنان او قصر زیبایه، 70 دروازه داره، 70 منبر داره، میگه همچنان زیبایی که در او قصر میگه زن میگه حیران میشه. وقتی میدره میبینه که شوهرش ششتر گیردش بسیاری میگه همون ویا چیزای جنتی خورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیبایی میگه زن حیران میشه و خود به خبر که زینتی که الله به او داده خورهای جنتی در پیش او هیچ بدن همچنان زیبایی داده بود الله. و شوهر میگه اندرمان هوایا بود بنا خواست میگه یکی چشمش افتید به این زن دنیا میگه از جای برخست از منبر میگه نگاه کرد میگه حیران شد گفت خداوند این مختاری میگه این کی باشه، این بریده چیکار میکرده باشه، اینم پور باشه. الله میگه من این زن دنیایی چیه؟ میگه پروردگارا زنی من قدر زیبا نبود
یک زنی بود که سینه‌هاش آویزان شده بود، لب‌هاش سفید شده بود، قامتش میگه خم شده بود. میگه به خاطر تو، میگه به خاطر روز قیامت از ترس من، میگه او زینت زیاد نمیکرد. بالای لباسش چادر داشت. میبینیم در هر معرکه که حافظی و هر چیزی که شیطانی بود، عمل شیطانی، از اونجا خودش دور میکرد. همیشه در پای خداوند بود، در پای تلاوت قرآن بود، همیشه در خیر و سخاوت و هر کاری که به سوی جنت همیشه کننده همین کارها بود. و همین خاطر من امروز شما را با یکجا کردم. وقتی که زن نزدیکی شوهر میبیاید، خور میگه از یک طرف، زن دنیا از یک طرف میگه، شوهر نگاه میکرد و دل میخواست که کاش همراه با زن دنیاییش باشه. و میگه در این حالت میگه خور میگه گفت ای زن دنیا، از خدا شرم نمیکنی؟ در دنیا 70-60 سالی که خداوند به شما عمر داد، با هم بوده، یک جایه بوده، خوبی و هر چیزی که الله داد دیده، با هم دیگر نعمتهای الله. من طول اون سالهایی که شما زندگی میکرده، من منتظر شوهر تو بودم. امروز که نصیب من شد، من خواستگاری کردم و شوهر تو ایمن شد، با میگه تو این ایمن میگیری؟ من سالهای طولانی منتظر این مرد بودم. میگه و زن میگه که آخه میگه در دنیا میگه ما را خداوند با هم آورده بود، من به خاطر این شوهر همه عملهایی که در دنیا میگه از خرسندی و از دیگر بود دست کشیدم به خاطر روزی آخرت. صبر میکردم در هر حالتی که برای در دنیا میگه وایش زیاد بود، میگه خرسندی و وایش، میگه صبر میکردم که تا در آخرت با این شوهر باشم. امروز میگه در این سالهای طولانی که من منتظر بودم با این، میگه تو میگیری در حالت امر معروف نفذ اجازت نیست. بعدا میگه از جانب الله میگه فرمان میشه باد یا میفرسته و از بین این دو زن میگه باد دلهای این زنهای از میگه کینه و میگه از رشک پاک میکنه. الحمدلله در این حالت میگه خوری دنیایی میگه که ای زن دنیایی دیگر میگه این مرد میگه نصیب خودت باشه، میگه من یک حضل کردم و این زن میگه با هم دیگر اتفاق میشون. الحمدلله از جانب الله به سوی مرد سوال میشه آیا تو حور میخواهی یا زن دنیایی؟ تا میگه باشه که زن دنیایی. الحمدلله امروز که همه منظر هستیم، شوهرها حکمش واجبه. جای دیگر میگه اگر شوهر سر تا پا در یره گرفتار باشه که خون و ریم و زردال از بدن او چکه، اگر زن با زبانش این خون و ریم میگه تازه کنه، هنوز هم حقوق زنیش به جا نآورده. امروز ما زنی میگیم اگر شوهر یک گفت ما 10 گفت نازن بلو میگیم. امروز ما زنیم توی میریم معرکه میریم حتما نزد آینه میریم خودمون فسان میکنیم، غسل میکنیم به دوخیا و به دیگر و دیگر. بسیاری خواهرها میبینی سطرگانم هم خیلی خرگی هست، زینت میکنن، خوشروگی میکنن، میروان توی و دیگر. چون خانه میبین حتما باید ولی لباسای علیش کنن، پیش گاو میرن، چیکار میکنن، عرق میکنن، فرق نداره. شب نزدی همون حلالی که الله با اون نصیب دیده، وقتی که نزدی اون میبین برای او هر خیل میشود. و همین خاطر میگن که مردهای ما بدبختن و همین زمان ما زندگی میکنیم. زینت او خوشبویی های میکنیم نزدی مردهای نامحرم ده. اگر او خیرمیم عیبه، اگر حاضی گوان فلان جا ته در مو لباس خانه هرگز نمیرم، میگه عیبه چه خیرمیم. نزد شوهر خود که الحمدلله حق و حلال خود مانه، برای او بیچاره هر خیل میشود. وقتی اگر با او زن گیره با مقطعی او چقدر مقابل نشان میتیم که من چیکار کردم تو زن میگیری. خوشروگی زن در صورت زن نیست، خوشروگی زن در سیرت زن است. خوشروگی زن علمی زن است، خوشروگی زن رفتاری زن است. وقتی زن رفتاری خوب کرد او بی‌ادبی او را همون رفتاری خوبش پنهان میکنه. وقتی زن رفتاری بد کرد اگر او ماه برینم خوشرو باشه او خوشروگیش رفتاری بدش پنهان میکنه. پس امروز وقتی شوهرای ما ایدر میدونن باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم که وقتی شوهرای ما امروزها در همین کوچه های ما چرخ میزنن، خصوصا در مسجدها میشنن تمام نمودی همین سینه های زنها تماشا میکنن. تمام نمود چه من نشده یک بار ایی سنشین تا اون سنش رو هم خزنی میدروید دختره و زنکه و چی خیلی باشه به حضور تماشا میکنی خم نشیدن. اگر خم شید تانافاشا میبینی.
پس اگر زن که زینت داشته باشه، زیبایی داشته باشه، خوشبویی داشته باشه، همون مرد همون زنها دید چشمش میکنه میگه ای زیباتر در خانه دارم. وقتی که شوهرایی که زن میگیرن مقابل نشان میکنن با زنهای خود، من فکر میکنم اول گناهکار ما زنها خودمان هستیم. اگر ما نسبت به شوهر مهربان باشیم، اگر ما نسبت به شوهر پاکیزه باشیم، خودمان احتیاط کنیم از تمام مثال دیگر کارها، الحمدلله شوهر ما را انشاءالله که حرمت میکنه. وقتی که بیچاره شوهر در جگه یک بار دست دراز میکنه، به همون بوی عرق و به همون بوی گاو و مال و دیگر با بیچاره چند بار افتخارا خودم بفراییم. اینه چقدر ما زنها مقابل میشون میکنیم که میگه پروردگار که اگر زنی که شوهر خود با رفتار خوب، با بازی های عاشقانه میگه، شب میگه او دعوت او را میگه قبول کنه، او را رضا کنه، میگه تمام پرنده ها در آسمان، تمام ماهی ها در دریا، تمام مخلوقات روی زمین میگه رحمت میفرستن بر همین زن پاسو. اگر مبادا میگه در همین شب همین زن عمرش باقی نباشه و از دنیا گذره، الله او را جنتی میکنه. وای بر حال زنی که همون شب دعوت شوهرش رد کرد و پاسو تا او شوهر خودش میدونه چگونه خواب میشود و تمام همین ماهی ها و پرنده ها و مخلوقات روی زمین و هم آسمان میگه برای همین زن لعنت میفرستن. نعوذ بالله. اگر مبادا همون زن همون شب از دنیا گذاره، نعوذ بالله او دوزخی میشه. پس خواهران مادران، دقیقه کار این یگان میگه که در حقیقت کردن حال از خدا شرم دار، شرم دار. چیزی که الحمدلله از شریعت به ما و شما آمد و رسید ایجای شرم داشتن نیست. آنی که میگه وقتی که حضرت رابیه میگه سوال کردن که برای چی شوهر نمیکنی و توی قدر یک زنی با تقوا هستی و که عالمی که میگه نزد شما گفتن که بیا که شوهر ده برو، تو خود میدانی که الله میگه بهترین زن همون زنی هست شوهر داره، بهترین مرد همون مرد هست زن داره، پس بیا که به شوهر برو. میگه سه سوال میکنم، اگر در سوالم جواب ده یکی از شما انتخاب میکنم. میگه عالما که قدر عالمی همون زمانه بودن فکر کردن که در سوالای حضرت رابیه پاسخ گفته میتونن و گفتن که بگذار. و میگه گفت سوال اول من همینه که شما خود میدانه که حضرت آدم علیه السلام میگه پروردگار خلق کرد و میگه در حالتی که میگه با او را خلق کرد، میگه روح‌های نزد او میگه دعوت کرد و گفت که روح‌ها بر حضرت آدم سجده کنه و در این حالت میگه روح‌ها دو قسم شدن، قسمی از جانب دست راست و قسمی از جانب دست چپ و قسمی از جانب دست راست بوده میگه سجده کردن و قسمی از جانب دست چپ بوده میگه سجده نکردن. شما خود میدونید که آنانی که سجده کردن جنتیان، آنانی که سجده نکردن دوزخیان. پس گفت شما بگویید که آیا در اون حالت روح من و شما از جانب دست راست بود یا از جانب دست چپ؟ و عالما میگه عاجز ماندم و گفتن که یا ربی این علم غیبه، اینا به جز الله کسی نمیدونه. پس گفت سوال دیگه منو گوش کنه. گفت وقتی که همه ما و شما را در حالتی که ملک الموت به سوی قبض جان ما و شما میبیا، در همین حالت گفت شیطان عزازیل گفتن به سوی قبض ایمان ما و شما میبیاید. در این حالت شما بگوید که ایمان من و شما در همین حالت از چنگال شیطان لعین گفت نگهبان میشه یا نه؟ عالما گفتن باز هم عاجز، باز هم گفتن که ما نمیدونیم این سوالی چرا به جز الله گفت کسی نمیدونه. گفت که نباشم سوال سومی من گوش کنه. گفت که وقتی که من و شما یا جان من خداوند قبض میکنه میگیره به واسطه ملک الموت، گفت وقتی که ما را در قبر میمونن دستوی گفتن ما دو ملائکه میبیا برای سوال و جواب میگه، در این حالت میگم نامه اعمال ما و شما یا آیا با دست راست داده میشه یا با دست چپ؟ عالما گفتن که اینم این غیبه و جز الله را کسی نمیدونه. گفت نباشم گفت در روز قیامت وقتی که گفت همه دنیا به آخر میرسه و دو گروه تشکیل میشه، گروه از جنتی ها و گروه از دوزخی ها، شما گویه که من و شما در گروه جنتی ها یا در گروه دوزخی ها؟ عالما گفتن یا ربیه سوال های که همه علم غیبه، این را گفت به جز الله ما کسی نمیدونه. ربیه گفت پس بگویه، گفت عقل چند نوع است؟
گفتن 10 نوع. چند ایوان گفتن در زن چند عقل گفت چند جزء داره؟ گفت 10 جزء. گفت چند جزء عقل در زن چند جزء آن در مرد؟ عالما گفتن 9 جزء عقل در مرد 1 جزء آن در زن. گفت آره. پس گفت بگویه که نفس شهوت چند جزء داره؟ گفتن 10 جزء. رابعه گفت چند جزء شهوت در زن است و چند جزء شهوت در مرد؟ عالما گفتن 9 جزء شهوت در زن است 1 جزء آن در مرد. پس گفت من با همین 1 جزء عقل 9 جزء شهوت به همین سوالهایی که به شما دادم قدر معینه من عقل من عذاب میکنه، چگونه من فکر دنیا و فکر شوهر کردن کنم؟ عالما همچنان از خود شرم کردن و از نزد خانه رابعه رفتن. پس خواهران ما که زن هستیم هرگز ما باید خودمون را پست کوتاه نکنیم. زن و مرد الحمدلله هر دو بنده الله هستند. زن به مرد نمیتونه، مرد به زن نمیتونه، زیرا که خالق ما و شما الله یگانه است. اگر او خالق که در بین صفاتش عالم ای الحمدلله با علم خویش بنده خلق کرد، اگر میدانست که زن به مرد میتونه، مرد به زن یک مخلوق خلق میکرد، فقط مرد یا زن خلق میکرد. اما که این دو مثال مخلوق خلق کرد، اینش به اینش نمیتونه، اینش به اینش. بسیاری مردها میگن زن عقل کوتاه داره و موی دراز، ما باید هرگز به این فرخند نباشد. زیرا که الحمدلله یک عقلی هم باشه، اگر ما همین یک عقل ما کار فرمانیم، الحمدلله ما عذاب گیر او را در گردش برانیم، انشاءالله همچنان عقلی پرایه. میبینیم که اولین مخلوق، اولین امتی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد این زن بود، حضرت خدیجه. اولین شخصی که در راه اسلام جان خود قربان کرد اینم زن بود، حضرت آسیه. پس ما از او زنها کمی نداریم. ما هم الحمدلله همون عضو بدنیم که الله باید داد ما هم داد، اما عقلی اونا طاقت دارد. اونا همچنان امتحانایی که خداوند بسر اونا آورد، ما دعا کنیم که بسر ما و شما نبیارد. ما قدر ایمان مستحکم نداریم، صبر او امتحان ما نداریم. اما که ما باید نگه علم از خیر از دهوارات ها بگو. پروردگار رب العزت میگه بنده های هستن که پس از مرگشون میگه اونا رو نگاه میکنی در سرشون همین قدر حجیره های داده بودن، یعنی عقلی که داده بودن در طول 70-80 سالی که زندگی کردن در زمین، وقتی از دنیا گذشتن همون حجیره ها خوابن میگفت، کار فرماردگی نیستن. امروز ما میگیم که ما ذهنمون کنده و دیگر ما کوشش کنیم ذکر زیاد کنیم، این عقل بیدار میشه. ما اگر اون رو دستخور داریم الحمدلله. یعنی جسد انسان باور کنه یک زواد بزرگی که کار میکنه، بزرگی یک جسد از اون زواد زیاد است. یعنی یک جسد یک انسانی که الله او را خلق کرد، یک زواد بزرگی یعنی انسان از همون زواد زیاد است. وقتی زواد در کار میدروه، انسان او را در کار میدروه، بالای هر یک سرناکش انسان است. اما این جسدی که الحمدلله الله خلقش کرده، ما را همیشه تماشا میکنیم. یک بار کتاب آدم داخل جسد نگاه کنیم، هر یک رکچه هایی داره که او را الله خودش میتونه در کار درآورده. میلیارد بار تا وقتی مرد این انگشتا کار میکنه، یگان بار اهمیت نمیده. اگر یک بار یک تشی کنه دیگه خم نشه، بعد به قدری میرسه. این دهان ما در لقمته آبی که قدر این زبان در گردش میدره، ما او را اهمیت نمیدیم. اما اگر دقیقه این آبی دهان ما خشک شود، انسان سخن گفته نمیتونه. الحمدلله این چشمایی که میبینیم بینایی، میبینیم یک زنی که یک مردی که چشماش نابینای، همونجا باید شکرانه کنیم، الله شکر میکنیم بر بینایی. این نفسی که داخل ما و شما میره و یک نفسی که داخل ما و شما میدروه و بیرون میشه، دو ملائک در خدمت است. و دوبار انسان به هر نفس باید شکرانه کنه. یک ملائک نفسی ما را داخل دروه، ملائک دیگر اجازه بیرون برآمدن نیست. این نعمت های الله به شما را باور کنه خواهر و مادر. جسد انسانی باور کنه همچنانه که گفتم که این چشم بینایی داره، این گوش شنوایی داره. هستن انسانایی که شنوایی ندارن، انسانایی هستن گویایی ندارن، بینایی ندارن، پا دارن روایی ندارن، دست دارن گیرایی ندارن. اما باور کنه در روز قیامت از این جسد طرفان میشن، بجز این زبان لال میشه، زبان خاموش میشه، از کل عضو بدن پرسان میشن. همه این عضو بدن در زبان میگن، سخن میکنن. ای چشم
بینایی دادم. آیا بر این بینایی من یک بار اقلا حرفی مرا دیده بوده، قرآن منو گرفته بودی به دسته کشاده بودی در قرآن چی بود؟ به این عقل من داده در قرآن کار کردی؟ به این زبانی که ورق سخن میکردی آیا تلاوت قرآن کردی؟ به این شنوایی یگان بار امر معروف و نهی منکر و تلاوت قرآن شنیدی؟ به این پاها در راه شریعت رفتی؟ به دستات یگان خیر کردی؟ همه این از این جسد پرسان میشه. این جسد صاحب داره. امروز پاهمان در میکنن از زنبیلا چی میگن؟ نوشیرگیش هم پاهام در میکنن از زنبیلا. آیا پاها دست کی داده؟ صاحب این پاها کیه؟ وقتی لعنت میکنن که لعنت تماما اجازت نیست بر بنده. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. برای به همین خاطر زنها زیاد سوزنده آتش جهنم هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شب معراج بازگشت کل زنها گفت که ای گروه زنها شما زیاد خیر کنید، زیرا که زبان لعنت کننده داره. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. شیطان عزازیل لعنت کرد او روی جنت نمیبینه. و سه گروه زنها هم لعنت میکنه خداوند. زنی وسوسه کننده، زنی قاشچین، زنی که کاسب قاشچینه، زنی که بر موی خود موی اضافه میکنه، زنی که بر روی خود خال میکوبه. این گونه زنها الله لعنت میکنه. چه گناهی که شیطان لعنت کرد؟ وای بر حال زنی که قاش چینده داره، وای بر حال زنی که به موی خود موی اضافه میکنه، موی خود از زینت میکنه، به رومال بگوید در مردای نامحرم نشان میده. وای بر حالش. خوش به حال زنی که همین دقیقه شنیدن قاش چیندن چقدر گناه است. انشاءالله بعد از نماز پیشین یا دوام میتیم. بسیار یک موضوع وسیع. میگه وای بر خوش به حال زنی که فهمید و از همین دقیقه بس کرد او قاشچینیت دوام نداد. الله رحمان و رحیم او را میبخشه. وای بر حال انسانی که شنید و گفت حالی با بس میکنم، مبادا چین دیو گفت حالی بس میکنم، حالی نبرو مده خداوند جان تگیرید. در یک زمان هستیم که هر لحظه هر قدم امتحان برای ما و شما. دخترکای شوهر نکده مردکتیم، تفلکای یک قهد مردکتیم. نمیگه ای روز ایده، نمیگه ای روز چندشنبه، نمیگه تو چند ساله، نمیگه تو حالی سینه مادر مکی دستی، نمیگه که تو حالی این روز شب عروسی تا شهر پیش عروس میگذارن، حالی عروس به نرسیده عروس دردی میگیره که همون خیلی برن به همون درد نمیره. چیزی که نصیب بوده هوای میبینی، افسانه نیستی از زندگی ما و شما. چیزی که نصیب بوده هست هوای میبینی. وای بر حال این زبانی که میگه حالی با پیر شما میکنم، این سخن اون نیست، این سخن شیطانه. شیطان هر قدم، هر زمان، هر لحظه بنده وسوسه میکنه. ای بنده با میکنی حالی وقت داری، حال آن که بنده وقت نداره. بنده دقیقه عمرش باید به شمار باشه. دقیقه عمرت رفت گوی الله در این دقیقه عمرم 10 دقیقه عمرم رفت. ساعت چند شد نگم؟ ساعت 1 نماز پیشین شد. تا ساعت 1 چی ذکر کردی؟ یگان بار خداوند یاد کردی؟ مرگ یاد کردی؟ چی کار کردی در دنیا؟ برات یگان پوشه تیار کرده استی؟ نه وقت رفته ساعت 1 شد سالان جدا دیر موندم. این نفس دنیا. نفس دنیا هر لحظه ما یا بسیر خودش میکشه. هر دقیقه میخواهد که ما عیوب باشیم، در قیامت در گروه دوزخیا باشیم نعوذ بالله. اما خوش به حال این زبان که استغفر الله گو باشد. خوش به حال این جسد که خودش در گروه نجات یافتگان فرساید. امروز هر عملی که الحمدلله به سوی جنت شد، تو همه عملا کردن گیر، ذکر تا زیاد کردن گیر، زنگ دلی تو پاک میشود. میگه این جسدی که ذره گناه کنه، ذره میگه گناه کنه. مثال یک مرد نامحرم یک بار نگاه کرد، مبادا چشمش رسید چشم دریای کش نگاه کرده گفت که یک بار ببینیم کمر بخشو بوده نعوذ بالله زنا شد. در دل تو ذره نقطه سیاه پیدا شد. در هر لحظه که تو ذره میگه گناه میکنی، این نقطه سیاه کلان شدن میگیره، جسد سیاه میگه همه خیلی احاطه میکنه. وقتی جسد احاطه سیاه شد تا ای کجا عمل میگه جنتیه کرده میتون. و هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز میبیاییم سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی رفته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک وقتا فصل میگه پیرماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیرون برآمدن و میگه برگاه درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه وسلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال میکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ های تکان دادم درخت از شاخه برگ ها ریختن،
همین از مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خواند، چگونه که این برگ‌ها از شاخش ریختن، از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله. این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است. بهترین نعمت است که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه. الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسونه، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 تا 5 وقت میگه، به اعتبار پاداش الله میگه در پاداش شما در 50 وقت نماز مینویسه. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یکش در ره باشه، دیمش در زمین، سومیش با در برداشتن سر. این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشیده در سجده میره، این نماز خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نماز و فکر در دیگر جای، کسی میگه به اشارت اون را بیا میگی، کسی به اشارت بشین میگی، چیزی که در فکری تو کیم که اون نماز نزد الله یگان قدر قیمت نداره. الله منتظر محتاج نماز ما و شما نیست. ما این نماز از حرف دوزخ میخونیم که الله ما را نگهبان شد و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر بر رفتار ما نمیکنه، نظر بر پاکی ما میکنه. الحمدلله. انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه، الله مهربانه. انشاءالله وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندن این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیر ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره به درستی تلاوت نکنیم، به آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطف‌پاره میشه، جیدن و میگه کلپش کرده برای انسانی زده میشه. نعوذ بالله. یا اینکه جایی ده میشینیم، یا اینکه جایی ده میشینیم به وضو، یا که جایی میرویم انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه. او باید لباس بینماز نداشته باشه. و همیشه خیلی مادرای ما که پیرن و یا در اجازت که بیشتر که اجارهشان بینماز میشه یا جای دیگرشان اونا خیلی با لباس نمازی میپوشن، نمازشان میخونن. اما ما یوشیم حالی ما برای چی لباس بینماز داریم؟ خواه در خانه باشه، خواه در دیگر جا. بسیار معرکه در میشنیم خیلی خواهران نمازات نخونه حسانم بهترین متریال در تنشونه میگه بینمازه. شرم داره زن مسلمان. پاکی از اسلام هست. چگونه او پاک لباس فسانیش پوشیده میتونه او را پاک کرده نمیتونه؟ چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه او پاک نیست، نماز نمیخونه؟ یا بار انسان خودش فکر کنه بهترین نعمت خواندن نماز است. شخصی که نماز نمیخونه او با نجاست برابر است. این گپ ما نیست. یا بار خودتان فکر کنه ایزار در پیشاو درستید، نجاست درستید، یا طفل در همونجا پیشاو کرد درستید، میگه که چی شید؟ به نماز شید. همین گپی خودی بنده میگه به نماز شید. اما اصلا فکر کنه همون به نماز برابر جانم پیشاو است. انسانی نماز نمیخونه و برابر با نجاست است. در دنیا بدبختترین انسان به نماز است. فرق در میان در حدیث میگه فرق در میان مفهوم حدیث در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست؟ میگه به حبیبی الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکا است، نمیگه، میگه خواندن نماز در وقتش. هر شخص هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعتی او میخونه اگر او روس هم باشه الحمدلله او مسلمان است. فرق در زبان نیست. این زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره خدا به یگانگی میشناسه، حبیب الله به رسول خدا میشناسه، الحمدلله 5 وقت نماز وقت ساعت خود میخونه او مسلمان است. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه اما نماز نمیخونه، بین این روز میگه این معرکه ده میخزه دیگرها خود نماز میخونه خانت میره با نماز قضایی. این گونه انسان مشرک است. میگه گناهی مشرک ای کافر زیاد است. کافر و کافر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانان من مسلمانم، بین بینمازا میرم میشنه میگه با میرم خانه ده میخونم. میگه هر بنده که یک نماز بدون عذر نداره 6 میگه لباسون بینمازه او عذر نمیشه. در زن عذر در 3 وقت میشه.
یکی در حالت اپیرات در نارکوز خوابه، دیگر در حالت مدهوشی دیوانه است، سومین در حالت عذر حیض است. سه حالت عذر میشه زنده تمام. تولد حالتی که فرزند آماده میشه. اگر حالتی که تولد کردستی وقتی نمازی بامداد است، حالی کودک 10 دقیقه بعد وای میشه تولد میشه، همون نمازی بامداد است قضا میشه. اگر در روز قیمت پرسان میشه. حالتی که تری تیفل میتوه، انا همون حالت عذر میشه برای زن تمام. حالی که تیفل دورتر میشه و که همون نماز خوانی و بعد تیفل تولد میشه، همون نماز پرسان میشن در روز قیمت. انا بجز همین 3-4 عمل دیگر حالت هایی که میگی من بیمارم و میگه که نماز در حضر در بیماری در جوانی در پیری یگان چیده معروف نمیشه. یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم. که امروز بچه در میکنه 6 خون، حال آنکه خواندن نماز راستا فرض است. بچه در میکنه 6 خون، بیماری خسته نمیتونی خیلی بخون. وقتی که تماما در بستری به اشاره خون. در سفری که خداوند قصر نماز بستایید قصر ولیکن کوتاه کرده خونشه، اما ای نماز دور نشه. با اللهی که به تو دنیای آرام داد، اللهی که به تو نفس بی‌پول داد، هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی، ایت کسی سون نمیگیره. این روز بیمار میشی 10 دقیقه نیم ساعت اپیراسیون میگذاره، $2 میگیرن به تو نفس میکشن، نفس سونی میکشن. $2 کتی الله قدر مهربانه، این قدر نفس ها میکشن، هیچ کی ما پول نمیگیره. وقتی ساعتی خود افتا میبره و ما فایده میاره، محتوا میاره فایده میاره، شمال فایده خودش داره، برف فایده خودش داره، باران فایده خودش داره، همه نعمتاش برای ما ارزانی به پول داده. خود یه الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده. با همین گونه یک الله مهربانه میگه ای بنده امروز 5 بار با من صحبت کن، من بخشنده مهربانم، کل گناهات هم میبخشم، میدانم که وسوسه داره تو شیطان. اما ما بندگان بار میشینیم کور بر این کو همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین خودمون را بهانه میکنیم دیگر و دیگر باور کنیم معرکه میریم. وقتی نماز میشه خود خالاها مادرها خواهرها خود نماز کنه، یک خانه بزرگ 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. و نزدیکی مهمان شدیم همون جای گفتم بودیونی کمپیرای پیر هم باور میکنه، کمپیرای پیر همین خالاهامون برای کمپیرا 6 دیان خود نماز کنه، میگه لباس من به نمازش. در یک خانه مهمان شدیم کتیزه، در هر یک همون ایتاژش عدل نوای توالت های وانه های خیست حولی نمیگروه. یک خلایی نه های جده وانه خیست ورد که ای بچه مول میرم میخونم. فکر کنه انسان 30 سال رفته است تو نزدیک شدهستی توشه ایراه چیه؟ آسه این همی خاندان آمده دست خالی نامدی ها؟ حتما دست ده باید دستی باشه، شرم میکنی دست خالی روی. اگر مبادا دست خالی آمدی در چندی شرم کده میبینی حتما با زبانت بخشش میترسی. خواهر جان میبخشی کیم چی همه خیلی بحانه شدی من تونستم دست خالی آمدم. وای برحال در روز قیامت توشه نداری چی میبری در دست؟ چی میبره انسان؟ این نعمت بهترین نعمت این نماز خواندن بهترین. اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط ساعتی سالها گپ زنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله به بندش بهترین داده الحمدلله. الهی آمین دعا میکنیم پروردگار متعال به وقت نماز که ما را رساندی. الله رب العزت که تن نماز خواندن با تو هم صحبت شدن به همه خواهران و مادران نصیب و روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخنایی که به زبان ما آمد شنیدیم پروردگار عمل کردن شده همه ما نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این در سکان آماده ساختن خیرهاشون از قبول بساز، مراداشون حاصل بکن. پروردگار فرزنداشون همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشان فهمایش قرآن نصیب و روزی بگردان. در جسدشان پاهاشان در رفتن شریعت، دستاشان به خیر و سخاوت، چشماشان به بینایی حرف قرآن، زبانشان به خواندن حرف قرآن، گوشهاشان به شنیدن صدای قرآن نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط المستقیم قدم زدنشان نصیب و روزی بگردان. دنیا و آخرت براشان آباد بساز. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشان گفتیم همیشه در راه صراط المستقیم هدایت کن. جمعی گذشتگان این منزل این مکان، جمعی گذشتگان شیشتگان این خاندان، جمعی گذشتگان این محله و جمعی گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم خصوصا
خصوصا فرزندای ما را که ما زنیم مادریم عاجزیم. الله ما را در تربیت فرزند تنها مگذار. پروردگار فرزندهای ما را اول فرمان برداری خودت، بعدا فرمان برداری قرآن و فرمان برداری پدر و مادرشان بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم ما را پروردگار ایمان در قلبمون جا کن، زبانمون را ذکر کننده بگردان و با ایمان در دنیا گشتن، با ایمان رحلت آخرت کردن، با ایمان سر از خاک برداشتن در روز قیامت زیر لوای لا اله الا الله پروردگار ما بر ما هم جای عطا بگردان و ما را در روز قیامت همین گروه باز هم با هم با خوردن در جنت الفردوس نصیب و روزی بگردان و با ازواج متحرک ما را همسایه بگردان و هم صحبت بگردان و از دیدار بچون چرای خود مشرف بساز و از شفاعت حبیب به نصیب بگردان. الها دل ما تسلیم خود کن، همه فرد جهان مسلم خود کن. صراط المستقیم را راه ما کن، کتاب قرآن را حاکم ما کن. الها صاحب این خانه را امانش ده، برکت خیزر در مکانش ده. ما ندانیم در دل او چیست، هر چی میخواهد همانش ده. اگر میل او بود سوی بهشتی جاویدانش ده. مصطفی که شفاعت بخش ما از حوض کوثر بر کل امتانش ده. ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار، عذاب قبر القیامة. اللهم صل علی محمد النبی الأمی و علی آله و سلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. نه کاری اسلامی الحمدلله دوام میکنه. عذر دارم، کسی که عذر داره مرحمت شنه گوش کنه. کسی که اگر عذر نداره خیز التماس نمازتون خونه، بعدا انشالله صحبت میکنه. اگه جای خالی هست همه تلفن آقای سین همون بکشن دایی کنم برای زد کنم ای بچه این تلفن چیه؟ این همه کار